شغلتون چیه؟ من تا حالا کار نکردم بیشتر. تا حالا کار نکردی؟ نه. چی کار کردی؟ کی خرجتو میده؟ با مامانه. با مامانت؟ با مامان پول دارن؟ بعضشون بد نیست. یه آدم زور میاد به خاطر مثلا 20 تومن بری سر کار. ایوه. چرا خودتو خسته کنی؟ آره. یه کاری با کلمه مرد کردیم که دیگه کسی به اندازه 2 ریال هم براش اعتبار قائل نیست. نابود کردن کلمه رو. فقط میمونه یه خواهش که لطفاً مذکر بودن رو با مرد بودن اشتباه